بسم الله الرحمن الرحیم. در روزهای اخیر ماه رمضان قرار داریم و بیشتری از مسلمانان در این دهه آخر ماه رمضان طبق سنت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اعتکاف می‌پردازند. اعتکاف در لغت به معنای توقف در جایی است و در احکام عبارت است از ماندن در مسجد به قصد عبادت الله متعال و دوری گزیدن از مردم و روی نمودن کامل به سوی الله متعال است. و فرد معتکف یعنی کسی که به اعتکاف می‌پردازد از هر چیز جز خالقش ببرد و چنان به الله تعالی مشغول شود که به جای همه خیالات و تفکرات به ذکر الله عظیم بپردازد و محبت او در دلش جای و یا بیشتر شود. برای به اعتکاف پرداختن زمان خاصی مشخص نشده است، اما در احادیث بهترین زمان برای آن دهه سوم ماه رمضان دانسته شده است و مسلمان قبل از اینکه به اعتکاف بنشیند باید احکام و مسائل آن را یاد بگیرد و بداند که روش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام اعتکاف چگونه بوده است. همچنان باید دانست که چه چیزهایی در آن هنگام مباح و چه چیزهایی در آن هنگام سبب باطل شدن اعتکاف می شود. چرا که در اعتکاف نحوه اقامت و خروج از مسجد از احکام و آداب خاصی برخوردار است. اعتکاف مختص به دین مبین اسلام نبوده، بلکه در شریعت‌ها و ادیان قبل از اسلام نیز جایگاهی خاصی داشته است، چرا که الله متعال در آیه 125 سوره بقره می‌فرماید و به ابراهیم و اسماعیل سفارش نمودیم خانه مرا برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و رکوع و سجده کنندگان پاکیزه نمایند. همچنان نگفته نماند که احکام شریعت‌های دیگر با احکام شریعت اسلام متفاوت است. به دلیل حدیث شماره 2044 در کتاب صحیح البخاری، اعتکاف فقط مختص به مردان مسلمان نیست، بلکه زنان مسلمان نیز می‌توانند به اعتکاف بنشینند. همچنان باید گفت که انگیزه و حکمت اصلی اعتکاف در دهه اخیر ماه مبارک رمضان وداع رمضان با عبادت بیشتر و رسیدن به فضیلت شب لیلة القدر و در نتیجه رسیدن به خوشنودی و رحمت الله متعال و نجات یافتن از آتش جهنم است. روش اعتکاف رهبر ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم بهترین و کاملترین روش بود. ایشان یک بار در دهه نخست رمضان در مسجد به اعتکاف نشستند، اما بعد از آن دانستند که شب قدر در دهه پایانی رمضان است. سپس تا پایان عمرشان دهه آخر رمضان را اعتکاف نمودند. اعتکاف فقط در مسجد صورت میگیرد و مسجد باید مسجد جامع باشد. مسجد جامع یعنی مسجدی که در آن نمازهای جماعت برپا می شود. اعتکاف نشستن فایده های بسیاری دارد که یکی از آنها این هست که کسی که قولا و عملا خود را وقف عبادت الله تعالی می کند، پس الله تعالی او را کفایت می کند و در رزق و روزی او می افزاید و اینکه به سبب اعتکاف روزه از تمامی کارهایی که آن را خدشه‌دار ساخته و ثواب آن را کم می کند محفوظ می ماند. و دیگر اینکه به سبب اعتکاف تمام دروس دعوتی که در مسجد قرار دارد یا برگزار می شود معتکف می تواند از آنها استفاده کند. در خصوص فضیلت اعتکاف حدیث صحیحی پیدا نکردم، اما چه زیباست که اقتدا به کسی کنیم که با وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با وجود آن که یک حکومت را اداره می‌کردند و به سوالات و مشکلات مردم می‌رسیدند و همه به اون نیاز داشتند، با این وجود در دهه اخیر همه وقت خود را برای اعتکاف می‌گذاشتند. همچنان جمهور علما اعتکاف را 2 نوع می‌دانند، مستحب و واجب، اما احناف 3 نوع می‌دانند، سنت، واجب و مستحب.
اعتکاف سنت اعتکافی است که مسلمان آن را داوطلبانه به منظور تقرب به الله و طلب پاداش و اقتدا به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انجام می‌دهند که باید در دهه آخر ماه رمضان باشد. اعتکاف واجب اعتکافی هست که مسلمان آن را بر خود واجب می‌کند. مثلا می‌گوید بر من باد که در راه الله این مدت روز یا شب را به اعتکاف بپردازم. مثلا نذر می‌کنه که درست نیست. اصلا خوب هست که چنین نذرهایی صورت نگیرد. و اگر کسی نذر کرد پس باید آن را به جا آورد، چرا که در کتاب صحیح بخاری آمده است که پیامبر اکرم فرمودند هر کس نذر کرد که الله را اطاعت کند به نذر خویش وفا کند. همونطور که گفتم در اصل نذر کردن درست نیست که بگوییم یا الله فلان کار ما را انجام بده که ما فلان عمل نیکی را انجام دهیم. ولی اگر کسی چنین نذری کرد پس باید به آن عمل کند. و اگر شخصی نذری کرد و از دنیا رفت، فامیلش میتواند برایش اعتکاف کند و نذرش را به جا بیاورد. اعتکاف مستحب وقت مشخص و محدودی ندارد. هرگاه فرد با نیت اعتکاف در مسجد توقف گیرد و خواه زیاد طول بکشد یا مدت کوتاهی باشد، هر اندازه در مسجد بماند به مقتضای آن انشاءالله از پاداش آن بهره مند خواهد شد. همچنان اعتکاف کننده اگر روزه باشد کار خوبی است و اگر روزه نباشد اشکالی ندارد، البته در صورتی که در غیر از ماه رمضان باشد. اما در رمضان روزه گرفتن فرض است. و بیرون رفتن برای خوردن و نوشیدن اگر کسی نباشد که برای اعتکاف کننده غذا ببرد، حکم خروج برای قضای حاجت را دارد، یعنی جواز دارد، اما زیاد طول نکشد تا اعتکاف او باطل نشود. همچنان بیرون رفتن برای پاکیزگی بدن و جامعه از چرک نیز اشکالی ندارد. اما بیرون رفتن برای کاری که اعتکاف را باطل می کند مانند خرید و فروش و غیره جایز نمی باشد. فرد معتکف نمی تواند قصد عیادت پرسی از مسجد خارج شود، اما می تواند که هرگاه بیمار از کنار معتکف می گذرد یا اینکه به مسجد حضور می یابد احوال او را جویا شود. فرد معتکف می تواند در مسجد بخوابد، همچنان بنوشد و یا غذایی بخورد، البته به شرطی که نظافت را رعایت کند. کسی که از اعتکاف هر شب پایانی رمضان ناتوان است، حداقل شب‌های فرد را به اعتکاف بنشیند و یا اینکه ساعاتی از این شب‌ها را به اعتکاف بنشیند.